در شروع قرآن کریم الله سبحانه و تعالی وقتی میگه که هدن للمتقین، این کتاب هدایت است برای متقین، سه صفت رو ذکر میکند برای متقین: الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. انفاق در راه الله سبحانه و تعالی دارای چه عظمتی یا اهمیتی است که در شروع قرآن کریم در ضمن صفات مؤمنین ذکر میشه. قطعا استاد، همین بحث است که من عرض کردم که خداوند متعال قضیه را بسیار به تفصیل یاد میکنه. از صفت مؤمن خوی را میداند. بعد این آیت ها را که تا اینجا تلاوت کردیم دو نقطه را بر ما داد. یکی بر ما گفت که الله غنی است، بی‌پرواست، به انفاق تویش نیاز نداره، مخلوق هم از اوست، ملکت هم از اوست، میتونه هر چی که دار و نداره تو رو در یک شب از بین بگیر از پیش و به او بده. از این خاطر است که یک حدیث بسیار جالب یادم اومد که یک تاس است، یک شل است، اصلا چیزی ندارد، یکی هم نمیفهم که بگم گنگ است، چی است، کور است. سه نفر هستند و خداوند متعال عرصهش امتحان میکنه. او هم میای ملائکه ببین چی میخوای؟ میگه که هیچ نمیخوای، خدا هم میگه سر تاس مرا جور بکنه که شرم از بیه در جای رفتن نمیتونم میگوی چیه. پس با دعای ملائکه الله متعال سرش جور میکنه. چی میخوایی؟ از ما گوه چی داره زیاد میخوایی برش میتونم و دیگه ایش که همون تا شل است چی میخوایی؟ و در این پایم جور شد دیگه چی دیگه نمیخوایی با او عمل کم جور بشه. از مال دنیا چی میخوایی؟ از شطرم چی داره با او میتونم. کسی که کور است تو چی میخوایی؟ از دو چشم دیگه چی نمیخوایی. لاهور هم جور میکنه برش مال. چی میخوایی از من؟ گفت گسفند. بعد به هر کدامش ملائکه در لباس انسان میه و حالتی بسیار برای امتحانش. پس میگه که یک مرد غریب است، بیچاره است، تکلیف دارم در سرم، هیچ کس به من نزدیک نمیشه. تو خدا این بود که قبلا نمی رقم تکلیف داشت، ولی خدا هم رایت احسان کرده، صاحب مال است، یک چیز حکومت کن برو رنگ دگور من که تو بودم فراموش کرد، همه چیز فراموش کرد و او شلش همون رقم می رود که تو شل بیچاره است، برو کدام کس دیگر را گفت. عقدهش الله متعال است دعای بعد ملائکه پس به مالت است و سوم که است باید کن. محمد تو بود خدا همراهم احسان کرد، صاحب ما هر چقدر که میگیری بگی. سبحان شد. بنان خداوند متعال ما شما را امتحان میکنه. از این خاطر در آیات قبلی چه شد؟ یک بار غنا را ذکر الله غنی است، دیگر دفعه ذکر واسع علیم. در اخیر چی فرمود؟ تا فکر کن لعلکم تتفکرون. اکنون دستور به انفاق میده باز، ولی چی رقم؟ پیش صفات یک مؤمن را ذکر نکرد. یک مسلمان باید صفات بد نداشته و ریاکار نباشه، اذیت نکنه. راجع به مال چیزی نگفته بود، ولی میگه که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. دیگه پهلو رو ذکر کرد. خرج میکنی ای مؤمنان، انفقوا، شما چی بکنن؟ انفاق بکنن. من طیبات ما کسبتم، چیزایی که از طریق تجارت پیدا کرده و از آنچه که بر شما از زمین بیرون کرده. و ما کسبتم انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. دیقان است صاحب مال شد، تجارت میکنی، کار میکنی، صاحب مال شد. از اولای دستت کس او انفاق، این مال طیب میگه که زحمت کشیدی. انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. پس اگر طیب مال نباشد الله قبولش نمیکنه. ان الله طیب لا یقبل الا طیب. بس اساس هستش. از این خاطر اگر ما مالی که از راه حرام آمده باشد مسجد بساز، دیگه کار کن، دیگه کار کن، توقعی از را نداشته باید چه ثواب بر تو داشت.
یک نفر گفته بود گفت بچه‌م که امریکایی ها مجاهد است. نه نمیشود، این ممکن نیست که تو پول را از راهی آورده باشی که راه را خدا تعیین نکرده است. الله تو را از اون منع کرد. هر قدر پول داشته باشی، هر قدر کار خوب بکنی، در حقیقت چیزی به دست نخواهد آورد ولو که هر قدر نیت هم کرد. از این خاطر خداوند متعال میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چیزی که دوست داری امر انفاق کن. یا ایها الذین آمنوا انفقوا، خرج کنید، فی سبیل الله من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. از این دو چیز در راه خدا خرج بکن. بعد از آن که انفاق از مالهای پاکیزه و اعلا دستور داده شد، ولی از مالهای خراب ما را منع میکند. خرج بکنین از طیبات ما کسبتم، چیزی که پاکیزه است. ردی دیگه خرج نکن. من طیبات ما کسبتم دو چیز داره، یکی که مأخذ مالت طیب باشه، یکی خودش طیب باشه، هر دویش خوب باشه، از اون مال خرج کن. ولی میگه ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. و به مال ردی و بیکیفیت قصد نکنید. ولا تتیمموا، قصد نکنید الخبیث، مال خراب رو. خدا بر زیاد مال داره، تو میگردی دم استاکت که خراب امیر پیدا کنی. ما چون این تجارت چی رقم میگم، مال که تلپت نه میگه این مالای تلپت است. صحیح شد، بازدمون رو خرج کن. یک روز ما شده بودم یک جای، یک نفر آمد دیگر همراه ماندن باشه کرد، گفت استاد بسیار خوش شدم که تو را دیدم، خب میخواستم که شیر برات بتون و ایره در مدرسه اتباطی در اینجا نگفتم آمار بکشه هیچ از کجا شده. اول دفعه دیگه میبینه که کدام شیره میره بمیتی؟ این شیری که بر اطفال چیز داشت، ولی مدرسه را که خود اطفال نیستن دیگه برزوانی حتما تاریخ تیر شده بوده. آخر برای چی میگه 2 ماهش مانده، 2 ماه بعد خراب میشه دیگه، تاریخش تیر میشه. از اینکه فروخته نمیشه دیگه ایره برای چی بکنه. حالا متاسفانه جناب مولانا یادم میه، یعنی در کمپای مهاجرین شاگردای مدرسه می آمدن به خاطر بعد از نماز مغرب به خاطر وظیفه می گفتن، یعنی لقمه نانی که باید مردم کمک بکنن به مدارس. متاسفانه نان خشک ماندگی چند روزه را دمو کیسه طالب مدرسه می انداختن. متاسفانه استاز بعضی چیزا هست که من نمیفهم بکنیم نکنیم چی رقم بوینش. یکی از نقاطی که ما را به بدبختی کشانده ملت ما را عدم اعتراف به شخصیت علماست و طالب است. وقتی که ما با اونها متوجه نشدیم به لباسشان، به نانشان، اونا اهل الله هستند. هر قدر اونا گرسنه باشه، هر قدر اونا بیچاره باشه، به همون اندازه الله عذاب خود سر ما نازل کنه. یک قضیه دور است، جز انسان‌های دانشمند و زیرک کسی نمی‌فهمد. عذاب الهی مختلف میاد. بنابراین الله میگه ولا تیمموا الخبیث، مال ردی و بیکیفیت را قصد نکنید که در راه خدا بدید. خبیث در اینجا به معنای پلید نیست، به معنای بیکیفیت است. ولا تیمموا الخبیث، مال بیکیفیت و تلپت قصد نکنید منه تنفقون که از آن خرج بکنید ولستم بآخذیه و شما او را نمیگیرید. شما گیرنده از اون نیست. کسی که بر تو او را بگه میگه چی میکنید؟ الا ان تغمضوا فیه، مگر که انسان بسیار کوچک باشه که بگه از هیچ کدر خوب است. الا ان تغمضوا فیه، مگر چشمای خود را به اصلاح پت بکنید و او را بگیرید. انفاق بنان 3 مرتبه داره. مرتبه عالی عبارت از دادن مال است که در درجه اعلی قرار داشته باشه. خوب مال ده بود. مما تحبون. بلکل مما تحبون. سبحان الله.
پس بهترین چشمه خود را چی کرد؟ داد. بهترین مال خود را داد. دوم مرتبه وسط است. عبارت از مال است که در حد وسط باشد. و مرتبه ممنوع مال است که ردی باشد، بی کیفیت باشد. این کار نکن. بنان این را منع میکنیم. دو دانش اختیار داریم. هر حسب ایمان انسان عمل کنیم. و علموا ان الله غنی حمید. بدانید که الله بی نیاز ستوده شده است. بدانید که الله غنی است. کردی نکردی. حمیدون او ذاتا ستوده شده است. به ستایش تو هم نیاز ندارد. و اگر تو این کار بکنی تو ستایش میشی.